برای نخستین بار یک خوابازی زنانه در کندوز ایجاد و با فعالیت آغاز کرد. سید کریم موسوی، مسئول مؤسسه اجتماعی و انکشافی رای نوین که تطبیق کننده این پروژه می باشد، با رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار به هزینه $18,000 امریکایی با حمایت دفتر جایزه کشور آلمان اقدام به ایجاد خوابازی کرده است و از این طریق می خواهد زنان بیشتر خود را به خودکفایی سوق دهند. تحویل گردید که هزینه از مرکز نانوایی در حدود $18,000 است که قیمتش تقریبا 9 لک افغانی میشه. در اینجا تقریبا به تعداد 4-5 خانم صاحب کار هستند که در آینده نزدیک ان شاء الله به زودی به 2 مرکز نانوایی دیگه زنانه، یکی در ولسوالی حضرت امام صاحب، یکی دیگه هم در مرکز شهر کندوز به زودی افتتاح خواهد گردید. ظرفیت نانوایی در حقیقت در یک ساعت 300 دانه نان تولید میکنه و در کنار تولیدات نان مثل کیک، کلچه، بولانی و سمبوسه و دیگر گپا هم در اینجا تولید میشه در نانوایی. از سوی دیگر انیسه امید، رئیس اتحادیه زنان تجارت پیشه در کندوز، راهاندازی این پروژه را برای تقویت و خودکفایی زنان نهایت تاثیرگذار دانسته و بر تداوم چنین پروژه های مهم تاکید میکند. اولین نانوایی در زون شمال شرق البته در کندوز است که خواهش میکنم که بیاین از عملا نزدیک دیدن بکنن، تولیدات ما رو ببینن و همچنین از تولیدات ما خریداری کنن تا باشه ما بتونیم یک گام مثبتی را چون برداشتیم در ایران بتونیم خانمایی که در اینجا کار میکنن به این خانم‌ها هم یک عواید به دست بیاره. با این همه مسئولان ریاست امور زنان کندوز طرح و تطبیق چنین پروژه ها را نه تنها برای کاهش میزان خشونت در برابر زنان موثر میخوانند، بلکه علاوه میکنند که در سالهای اخیر در کندوز پروژه های متعددی برای خودکفایی زنان راهاندازی شده که توانسته است تغییرات چشمگیری را در اقتصاد خانواده ها به وجود بیاورد. بانو فرزانه، نماینده ریاست امور زنان، با رادیو آزادی چنین گفت: ریاست امور زنان کندوز و افتتاح برنامه افتتاح نانوایی مرکز نانوایی را برای تمام شهروندان کندوز تبریک میگم و همچنین اینجا یک گام بسیار بزرگ است در راستای ساختن خود خانم‌ها که میتونن اینجا خود خانم‌ها کار فعالیت بکنن و ما شاهد از این هستیم. میبینیم که نانوایشان خانم هستند و کسایی که مثلا نانپز هستند. باید یادآور شد که این خوابازی زنانه در حالی در کندوز به کارش آغاز میکند که نسبت به چند ماه گذشته همکنون قسما وضع امنیتی در این ولایت بهبود یافته و در عرصه های مختلف عرضه خدمات به مردم با حالت نرمال جریان دارد، اما مردم این ولایت از حکومت میخواهند تا برای تامین امنیت بیشتر گام‌های عملی بردارند تا اهالی این ولایت بدون نگرانی در عرصه های مختلف با فعالیت های خود ادامه بدهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.